ما یک کمک از پیشینی تحقیق در گزارش میخوایم در رسانه ها میخوایم در افغانستان صحبت بکنم، ولی میخوایم دو تا بحث را جدا بکنیم. وقت تحقیق میگیم ما روی دو محور میخوایم صحبت بکنیم. یکی تحقیق ژرف یا پژوهش ژرف یا تحقیق عمیق که برآیند و نتیجهش گزارش های تحقیقی است، و یکی تحقیق های روزمره، پژوهش ساده که نتیجهش همین هرچی که ما در رسانه میبینیم باید باشه. تحقیق ژرف در افغانستان گذشته تقریبا 30 ساله داره. اولین گزارش تحقیقی در مجله سباون به نام خریداری طیاره DC-10 که شرکت آریانا در سال 1356 انجام داده بود به نشر رسید. در او وقت آقای ظاهرتنیم مدیر مسئول مجله سباون بود. این تحقیق میگفت که چطور چند نفر افغان که در اصل از یا یک نفر بوده و یک دوست دختر آمریکایی داشته، رفتن به جای از یک طیاره روسی که با شرایط افغانستان مساعد بود بخرن، یک طیاره از شرکت بوئینگ به نام DC-10 را خریدن، چندین برابر از طیاره‌های روسی قیمت. بعد آمد و در افغانستان زمینگیر شد. در سال 1356 این طیاره زمینگیر شد به چند تا دلیل. اولی که این طیاره برای مسافرت‌های دور بود، مثلا از اینجا توکیو پرواز میکرد و از اینجا نیویورک پرواز میکرد و از اینجا لندن پرواز میکرد. جالب است اینو بفهمیم در سالهای 1356. و این ما اونقدر مسافر از اینجا نه به توکیو داشتیم، نه به نیویورک، نه به لندن. و در کابل همی که زمینگیر میشد نمیتونست سودآور باشه و شرکت آریان. و دلیلش همی بود که رأس هیئت کسی بود یک دوست دختر آمریکایی داشت و بعد طیاره را خرید. این اولین گزارش تحقیقی بود. پس از او ما شاهد گزارش های تحقیقی در مجله کابل، هفته‌نامه کابل و پس از او بالایسار بودیم. مهمترینش هم بحث فساد در سفارت افغانستان در هند بود. پس از او در این موج نوین رشد رسانه ها در افغانستان در دو قالب، در دو چارچوب تحقیق ژرف شروع شد. یکی در چارچوب کتاب و یکی هم در چارچوب رسانه های امی اصطلاحاً مینستریم یا رسانه های اصلی. در رسانه های اصلی ابتدایش گزارش 6.5 طلوع بود و همزمان گزارش آینه شهر تلویزیون ملی. و اما محور دیگه پژوهش در رسانه های افغانستان پژوهش ساده است. حالا اگر از نظر تکنیکی خبرنگاری و اندک استخباراتی صحبت بکنیم، تعریف پژوهش ساده به فرایندی گفته میشه که شما داده های پراکنده را، معلومات در مورد یک حادثه یا داده های پراکنده مکان خبرساز را در یک فرایند علمی، در یک پروسه علمی تبدیل میکنیم به معلومات و پس از او تبدیل میکنیم به اطلاعات قابل نشر. به این میگیم تحقیق ساده. میخوایم این معلومات را به قول انگلیسی ها به اینتلیجنس تبدیل کنیم یا به اطلاعات قابل نشر تبدیل کنیم. بعد او یا رد میکنه که 4 نفر کشته شده یا نشده یا تایید میکنه که 4 نفر کشته شده. اینجاست که به اطلاعات قابل نشر تبدیل میشه. این هم فرایند پژوهش ساده در رسانه ها است. چند تا دلیل وجود داره در این زمینه که چرا ما پژوهش ساده را برای داده های رسانه‌ای یا به برونداد رسانه‌ای به اوتکم رسانه‌ای کمتر داریم. یک، وطن یا همی کشور ما به اندازه خبرخیز است که برای ما مجال از این نمیته که اخبار به صورت دقیق هر کدامش اما دایره تبدیل داده به اطلاعات را تکمیل کنیم. دلیل دوم، متاسفانه اتکای بیشتر به منابعی که خود این منابع اطلاعات درست به دسترس ندارد. سیستم توحید اطلاعات در بسا از وزارتخانه ها و نهادهای حکومتی وجود ندارد. بعد حتی سخنگویا وقتی میان صحبت میکنن، صحبتاشون در موارد حاصل یک تحقیق یا داده های قابل نشر نیست. به این خاطر شما که با اونا اتکا میکنین، اونا داده های کمتر براتون میدن. یک دلیلش ناامنی بیشتر شده. مثلا منابع زیرزمینی بدخشان اکثرا در دست طالبان است، در دست داعش است. او با حکومت افغانستان هیچ وقت
تکس نمیده که بعد درآمد ما بالا بره. معدن که در جنوب کابل بود و معدنی که در مرکز افغانستان بود به دلایل امنیتی استخراجش متوقف است. حالا اما سخنگو میایه و میگه چنین نیست. این به این معناست که گپای از اونا برای نتیجه یک پژوهش نیست، یک گپای قابل نشر، اطلاعات قابل نشر نیست، غلط است. چیز دیگه ای که در این راستا مهم است که کار شوه ایست که قانون رسانه های ما کمک اصلاح شوه تا من که نجار هستم با من اجازه نتک رسانه جور کنم. حداقل برای کسی اجازه به رسانه جور کنه که او ظرفیت کار رسانه‌ای داشت دیده شود، مدیریت رسانه‌ای حداقل. یا ای که قانون طور باشه که اگر من نجار رسانه جور کردم بعد از من تضمین بگیره که در کار رسانه‌ای ما دخالت نکنه. البته که پای دیگه هم هست که انشاءالله در جریان پرسش پاسخ ما در خدمت خواهد بودم. تشکر از اینکه گوش گرفتین و بازم یک بار دیگه سپاس از اینکه این فرصت مساعد شد. وقتتان بخیر.